سلام بچه، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید از کانال یوتیوبمون. امروز من که بریم یک نسخه ای از فری فایر به نام X86 و این نسخه بدین صورته که شما بدون لگ و یا با FPS خوب و بدون هیچ پینگ بالایی میتونید پلی بدید. پینگتون رو نمیدونم ولی لگ نداد. اگه گوشتون ضعیفه و اگه بهونه چیزی دارین برنامه بهتر نمیره خودتون دیگه. آره، و این ویدیو هم پسورد داره که در ادامه ویدیو بهتون میگیم، پس ویدیو رو عقب یا جلو نکنید و تا آخر ویدیو رو همراه ما باشید. و بچه ها لایک کنید، کامنت بذارید، لایک کامنت ساب یادتون نره. و این برنامه هم داخل چنل تلگرام که لینکش اینجا و توی پیوندهای چنل برید اونجا هم هست. و رفقا این برنامه بدون بنه برای خود فری فایر که یه نسخه دیگه است دیگه. آره، بریم این برنامه هم تست کنیم و شما مشاهده بکنید. بچه ها من داخل ترینینگ لون وولف ربطی به پینگ نداره. این فری فایر X86 فقط ربطش به لگی که میبینید که لگ نداریم. در بالاترین کیفیت گیم فکر کنم گذاشته میگاره، بذارید. بله، بالاترین کیفیت گیم هم گذاشتیم. بچه ها بذاریم مردیکه رو بزنیم. این بچه خوشگلو بخور دیگه داداش. بله بچه ایتون تبلیغ کوچیک کنیم. ما توی چنل تلگرام ماکرو موبایل که میتونه بدون بنه میتونه باز شما کمک کنه رو میفروشیم. اگه دیدید پینگ بالا بود زدمش، به خدا من زدمش. این که بدون هیچ لگی داریم گیم میزنیم. گفتم اگه میخواید بخرید پیام داخل چنل تلگرام میذارم که لینکش اینجا و توی پیوند ها میاد. میتونید اینجا خریداری کنید. از 100,000 تومان تا 400,000 تومان ماکرو داریم. هر چیزی بخواید داخل چنل تلگرام موجود است دیگه، عشق کنید. آره، بیا بریم داداش. رفقا میبینید ویس میزنم، ببخش دیگه چند وقت بازی نکرد، چند وقت نمیده دیگه. دیروز ویدیو گذاشتیم، ویدیو پننه رو حتما اگه ندید ببینید دیگه. بازی نکردم، دستم هم گرم نیست. متشیت بزن متشیت تو بزن. من الان یا بل من میبینم چه کسایی دارم ره میکنم. فکر کردم وستشو خوردم. برو متکیت بزن چی اسمش الان من دیگه میدونم و تو دیگه. آره، مریضم شدی. بیا برو بچه شونی. بابا بخواب، سونه داداشی بخواب. خیلی نوستگی هنوز آسمان. ای دبنس این چی اسمش نمیذاره که درسته. دبل سویچ کنم آخه.
اسنایپ. بچه ها میبینید که هیچ لگی نداریم، نه بعد اینستنس یا بر پنل معرفی کنید که دارم روی پستم. آره دیگه میبینید که هیچ چیزی نداریم دیگه، لگی مگی. روی بالاترین کیفیت هم گذاشتیم. من هم روی اسمت هم تست میکنیم. چرا اینطوری کرد دستم خورد؟ الان اونم یه دونه زد منم، چرا من مردم اون نمرد؟ به خدا نه یه دونه قان میگیرم. فقط ببین. آره دیگه بچه چقدر میگم بچه بازی رو ولش کنید، فقط ببینید که هیچ لگی نداریم. روی هر گوشی هم تست شد، تست میکنید کنید. الان من M10 یه جوری خالی میکنم. آره دیگه شانس آورد. به خوب زد. اینو ولش کنید. بد خورد حواستون ویدیو بود. بریم ترینینگ. روی حالت اسموت بذاریم و پلی بدیم و پینگ رو ببریم. نه چی اسمش، گرافیک رو خوب کنیم. ببینید خودتون. آره دیگه خوب کنیم. اگه این پینگمون یا این اینترنتمون یاری کنه که ما ویدیومون رو ریکورد کنیم، خیلی خوب میشه. بیار جون من بچه. فکر نکنم توی لونمو خوب دیده شده باشه. بیایم اینجا بدونم فقط پینگ بالاست ولی لگ نیست. ببینید بدون لگ داریم پلی میده. ببینید که خودتون میبینید که واو. آره دیگه ببین دیگه خودتون. هیچ لگی نداریم. ببین روی هدش کف میکنه ولی نمیخوره دیگه، چون که اون نیستی داده. ببین دیگه خودتون. ببینم بک جامپ مومنتی بذارید یه لحظه. یک لحظه بذار. نشد. بذار بیا واو. بذار واو. اینو نه دیگه نشد. آره دیگه از اینجا بک بدی. بچه ها اگه از این خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، چنل منم سابسکرایب بکنید. اگه پسورد ویدیو رو هم متوجه نشدید حتما ویدیو رو از اول مشاهده کنید. لایک کامنت ساب یادتون نره. چنل تلگرام که این گوش میاد اینجا و توی پیوندها هم هستش، توی چنلمون برید
که این فایل رو اونجا گذاشتم دیگه. کاری نداره دیگه، استخراج میکنین از زدارچیوه رو روی فری فایر میزنید و همین دیگه میاره دیگه. و تا ویدیوهای بعدی.